مسئله سوم این استراتژی هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان این تامین امنیت استواری بود که به این هم سرور دولت نهایت درجه توجه خاص ظاهر کردند و هیچگاه خلق عزیز ما فراموش نمی‌کنند و برای پیشرفت ساحه کشاورزی اهمیت کرد. این 75,000 هکتار زمینی که سرور دولت و دهقانان تحفه کردند، یعنی این برای پیشرفت امنیت استواری خیلی هم زمینه‌های کلان گذاشت. و غیر از این با گویم که دستگیری و هدایت‌های همه طرفه سرور دولت ما امروز زمین‌های سالهای سال بیکار خوابیده و کار در آورده شد ایستاده. مثلا از سال 2007 تا 2014 100,000 هکتار زمین و استفاده قرار داده شد. غیر از این تشکیل کردن باغ‌های اینتنسیوی که امروز خیلی هم در تاجیکستان عزیز ما با سرعت دوام دارد، از آن شهادت می‌دهد که تاجیکستان ما در این ساحه هم نیز به کامیابی‌ها نائل گشته است.